بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل علينا بنعم كثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق و شنونده های رادیو پیام اسلام، خدمت یکایک شما عزیزان در این لحظات با صفای آسمانی عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که در لباس صحت و عافیت بوده باشید و روزهای با صفای این ماه مبارک رمضان را در سایه توفیقات پروردگار جهانیان سپری نمایید. دوستان گرامی، تقریبا آهسته آهسته داریم نیم این ماه مبارک، این ماه پربرکت را سپری میکنیم و در 13مین روز این ماه قرار داریم. بیایید یک محاسبه از اعمال و کردار و افعال که طی 13 روز گذشته نموده ایم داشته باشیم تا اگر خدای نخواسته تقصیر و کوتاهی بوده باشد در روزهایی که پیش رو داریم جبیره بکنیم و جبران کنیم. بیشک ماه مبارک رمضان چنانه که الله تعالی فرموده است ماه نزول قرآن و ماه رحمات و برکات است و در این ماه درهای جهنم بسته می شود و درهای دوزخ باز و شیطانها به زنجیر کشیده می شوند. اما متاسفانه برخی از ما فقط عبادت و پرستش الله تعالی را مختص به یک ماه یعنی این ماه مبارک نمودیم و در بقیه ماه‌های سال آنگونه که شایسته و بایسته است به عبادت و پرستش پروردگار جهانیان نمی پردازیم و گویا این که رمضانی شده ایم نه ربانی و رحمانی. زیر این عنوان درشت رحمانی یا رمضانی در این برنامه صحبت داریم که همراه ما و شما جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری در استودیو قرار دارن. من از طرف شما و از طرف خودم خدمتشان عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد به برنامه لحظه های آسمانی شما را خوش آمدید میگم. تشکر. من هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. الله سبحانه و تعالی در این لحظات مبارک طاعت و عبادات همه ما و شمار و همه صائمین ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه خیش بگرداند. آمین یا رب العالمین. خب جناب مولانا صاحب بزرگوار، از آنجا که نام برنامه یا عنوان صحبت های این برنامه از سیر برنامه های لحظه های آسمانی رحمانی یا رمضانی است، اگر میشه در آغاز برنامه یک توضیح و یک روشنی به اندازید در رابطه به این که وقت رحمانی و رمضانی میگیم چه فرق است، چه تفاوت است بین کسی که رحمانی است و بین کسی که رمضانی است؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. حقیقتا وقتی نگاه میکنیم به این که فرق بین رمضانی و یا رحمانی در چیست، همه برمیگرده به حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم: انما الاعمال بالنیات. ماه مبارک رمضان ماهیه که با همه زیبایی ها، خوبی ها، همه زیبایی ها در این ماه نهفته هست، ولی بعضی انسان ها در این ماه مبارک رمضان به تعبیر حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم که چی بسا صائمینی هستند که روزه میگیرن جز عطش و گرسنگی و تشنگی برای آنها چیز دیگری نیست. حقیقتا این اشخاص رو میتونیم بگیم که اینها رمضانی هستند، به خاطر اینکه فقط رمضان داخل شده با نام رمضان، یعنی روزه گرفتن، عبادتی که داشتن به خاطر رمضان و در عبادات اونها مثل یک جسم بدون روح که در او عبادت اخلاص نباشه، در از او للهیت نباشه، میشه این را بگیم که این رمضانی هست. اما رحمانی کسانی هستند که با ذوق و با شوق و با اشتیاق کامل به رمضان که داخل میشن، یعنی آنها در طلب اینن که چگونه رب رمضان از خود راضی کنن. یعنی به تعبیر دیگر یا به عبارت دیگر میتونیم بگیم که اشخاصی که قبل از رمضان عبادت نداشتن و بعد از رمضان هم عبادت ندارن و عبادات را ترک میکنن و عبادت اونها فقط مختص رمضان هست، اینها رمضانی هستند. اما اشخاصی که عبادت اونها برای همیش هست، اونها رحمانی هستند. یا به تعبیر دیگر که ما صفات عباد الرحمن، چون رحمانی میگیم، الله سبحانه و تعالی وقتی میگه و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صفات عباد الرحمن در سوره فرقان، در اخیر سوره فرقان بیان میشه که اشخاصی هستند که بحث و مجادله و اینها با انسانهای جاهل ندارن. هنگامی که با جاهل روبرو میشن میدانن که این قابل بحث و گفتگو نیست. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما میگن. و هنگامی که انفاق میکنن در انفاق خود اسراف ندارن و همچنین تائب هستن و دعا میکنن، راز و نیاز با پروردگار عالم دارن. همه اینها صفات عباد الرحمن هست. پس وقتی صفات عباد الرحمن به وجود یک انسان آمد در ماه مبارک رمضان، ما میتونیم بگیم که این انسان رحمانی و انسان است که روزه اش به خاطر الله سبحانه و تعالی هست. همونطوری که در ابتدا آیه تلاوت نمودم که الله سبحانه و تعالی میفرمایه، یعنی شعار انبیاء علیهم السلام خصوصا ابراهیم علیه السلام هست که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. باید که نماز ما، روزه ما، همه اعمال ما و عبادات ما لله رب العالمین باشه. وقتی لله رب العالمین شد، به خاطر الله شد، اینجا میشه رحمانی. و آیه دیگر که سیدنا ابراهیم میگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض.
وقتی توجه انسان طرف الله سبحانه و تعالی شد، او عبادت میشه رحمانی. اما اگر تنها جنبه نمایشی به خود داشت، فقط به این که شخص بگه من روزه میگیرم، این روزه تنها به فکر فواید جسمانی باشه که به جسم من مفید هست و در رمضان من باید لاغر بشم، در رمضان باید چربی وجود من از بین بره و در رمضان من به نماز تراویح میرم تا این که بهترین ورزش هست، بالاخره نانی که خوردم تنها نیت از این تنها برای لاغر شدن و برای هضم غذا و برای اینها باشه، این فقط رمضانی هست. اما اگر از معنویت رمضان استفاده کرد، این انسان میشه رحمانی. پس میشه جناب مولانا صاحب صحبت های شما رو من قسم خلاصه کنم که هر کسی که، هر فردی که، هر مسلمانی که از رمضان در بقیه اعمالش در طول سال تأثیر نمیگذاره، مانند کسی که مثلا نماز میخونه اما نماز ایره از فحشا و منکر و از نواهی منع نمیکنه و باز نمیداره، در حقیقت از نمازش بهره نبرده است. و کسی هم که ماه مبارک رمضان و عبادت های ماه مبارک رمضان در بقیه اعمال او در طول سال تأثیر نمیگذاره، در حقیقت این کسی بوده که فقط رمضانی بوده و عبادتش منحصر در رمضان بوده و در طول سال از پرستش الله تعالی دور بوده. و یا ای که کسی که مثلا در طول سال مقصر بوده، کوتاهی داشته، نماز نمیخونده، آمده فقط در رمضان عبادت کرده، در رمضان قرآن خونده، در رمضان ذکر کرده، در رمضان صدقه داده و باز حالتش بعد از رمضان به حالت ما قبل رمضان برگشته، این فرد هم رمضانی است. اما او کسی که در قبل از رمضان در نمازش، در نوافلش، در صدقاتش، در خواندنش، تلاوت قرآن کوتاهی داشته و در رمضان این فعالیتش و این نشاطش بیشتر شده و بعد از رمضان هم مداوم عبادت میکرده، این شخص رحمانی است. این شخص کسی است که پروردگارش در طول سال عبادت میکرده، نه در رمضان. خب جناب مولانا صاحب، حالا ما میگیم ماه مبارک رمضان بهترین ماه سال است، ماه نزول قرآن است و ماهی است که درهای جهنم بسته میشه، درهای جنت باز میشه و شیاطین به زنجیر کشیده میشن. چی مشکل است، چی اشکال داره که اگر کسی در این ماه نماز خواندنش، عباداتش بیشتر شد؟ آیا این اشتباه کرده؟ این ما هم میتونیم بگیم که این رمضانی سی طور فرد؟ طوری که قبلا اشاره کردم که ما فقط کسی رمضانی میتونیم بگیم که قبل از رمضان هیچ عبادت نداشته و بعد از رمضان هم هیچ عبادت نمیکنه و عبادات رو ترک میکنه، فقط عبادت مختص رمضان قرار داده، این شخص هست رمضانی. ماه مبارک رمضان یک فرصت طلایی برای عبادت هست. ما اشخاصی داریم که قبل از رمضان شاید آنقدر سخاوت و جود و بخشندگی، شاید آنقدر پایبندی به نمازهای نوافل، به جماعات، به اینها نداشتن، ولی به عبادت الله بودن، ولی کمتر در رمضان داخل میشه چون ماه جبران هست، به عبادت الله سبحانه و تعالی بیشتر و بیشتر میپردازن و بعد از رمضان هم یا عبادت اونها بیشتر میشه یا پس به همون منوال عبادت الله سبحانه و تعالی دارن. این انسان رحمانی هست. و یا این که قبل از ماه مبارک رمضان شخص هیچ عبادت نکرده، یک انسان کاملا گناهکار بوده، کاملا نمازار ترک میکرده، کاملا هیچ ارتباطی با الله نداشته. ماه مبارک رمضان میآید، در ابتدای رمضان متوجه میشه که من چقدر به غفلت عمر خود را سپری کردم. در ابتدای رمضان، در وسط رمضان تائب میشه. وقت تائب شد و توبه کرد، الله سبحانه و تعالی هر لحظه توبه میپذیره و قبول میکنه. وقت تائب شد
بعد از ماه مبارک رمضان ادامه میده به عبادات خود، ادامه میده به نماز، به روزه، به زکات، به حج، به صدقه، به اعمالی که در رمضان آنها رو انجام داده. این انسان هم رحمانی هست، این انسان هم رحمانی هست. پس ما نمیتونیم بگیم که شخص اگر در ماه مبارک رمضان عبادت از او بیشتر شد، ما بگیم چرا در گذشته تو عبادت کمتر میکردی الان در رمضان بیشتر انجام میدی پس تو رمضانی هستی. خب رمضان یک فرصته. الله سبحانه و تعالی وقت افطار دعا رو قبول میکنه، وقت سحر وقت اجابت دعا هست، خود روزه چقدر اجر و ثواب داره. باب الله سبحانه و تعالی دروازه رو باز گذاشته به نام باب الریان، یعنی دروازه بهشت بازه. یعنی چی؟ یعنی شما بشتابید و سارعو، شما سبقت بگیرید و سارعو الی مغفرتهم. ماه رمضان ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه، پس باید در این ماه تلاش بشه. رسول صلی الله علیه و سلم جود و بخشندگی سخاوت اونها همیشه بود، در ماه مبارک رمضان بیشتر بود. رسول صلی الله علیه و سلم همیشه تلاوت قرآن داشتن، ماه مبارک رمضان بیشتر تلاوت داشتن. رسول صلی الله علیه و سلم همیشه عبادت میکردن الله سبحانه و تعالی، ولی در ماه مبارک رمضان خصوصا در دهه اخیر که در حدیث میاره که حتی ازواج مطهرات میگن چنان به عبادت مصروف بودن که اصلا با ما بیگانه میشدن. پس عبادت در ماه مبارک رمضان برای اشخاصی که قبل از رمضان ولو که کم و اندک هم عبادت داشتن به رمضان بیشتر میشه، اینها رحمانی هستن. پس خلاصه بحث که خدای نخواسته برای بینندگان عزیز و گرامی خلط و مخلوط این حرف نشه که خب اگر ما زیاد عبادت کردیم شاید رمضانی بشیم. نه خیر، رمضانی کسی هست که قبل از رمضان عبادت نداشته و بعد از رمضان عبادت رو ترک میکنه، این رمضانی هست. اما کسی که قبل از رمضان اندک عبادت میکرده و در رمضان بیشتر عبادت میکنه و بعد از رمضان به عبادت ادامه میده، رحمانی هست. قبل از رمضان کاملا به گناه و معصیت و اینها گرفتار بوده و در رمضان تائب میشه، توبه میکنه، این هم رحمانی هست که بعد از رمضان به عبادت الله سبحانه و تعالی ادامه میده. پس ما باید که در رمضان به این فکر و به این اندیشه باشیم که ماه مبارک رمضان ما رب رمضان را عبادت میکنیم، نه خود رمضان را. طوری که زمانی که نبی کریم صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف بردن، بعضی از صحابه حتی میبینیم خصوصا سیدنا عمر چنان حالت به سر اینا پیش آمد که احساس کردن، گفتن اگر کسی بگر محمد صلی الله علیه و سلم فوت کرده من با او برخورد میکنم. سیدنا ابوبکر صدیق آمد آیه تلاوت کرد، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. سیدنا عمر و بعضی دیگه از صحابه میگن چنان این آیه از ذهن ما رفته بود در اون لحظه احساس کردیم که این الان نازل شده. پس برای هر انسانی شاید غفلتی پیش بیایه، اما مجردی که میشنوه مثلا در رمضان، فضائل رمضان و برکات رمضان، اینا همه از طرف کیست؟ چرا روزه میگیریم؟ چرا سحری برمیخیزیم؟ چرا افطار میکنیم؟ چرا صدقه میدیم؟ چرا دعا میکنیم؟ تا رب رمضان از ما راضی بشه. ما نیامدیم تنها که رمضان عبادت کنیم. به اینه که آیه میگه و ما محمد الا رسول، آنهایی که اگر محمد را پرستش میکردیم، محمد صلی الله علیه و سلم رفت از دنیا. اگر الله را پرستش میکردیم، سیدنا ابوبکر صدیق میگه اگر الله را پرستش میکردیم، الله ذاتیه که هو الحی القیوم، زنده هست و پابرجاست. پس در اینه که ما اگر بیاییم عبادت خود را 11 ماه، نه نمازی، نه روزی، نه بالاخره دعای، اگر 11 مار ما به غفلت سپری کنیم و رمضان را اختصاص بدیم، خب رمضان تمام میشه. وقتی رمضان تمام شد اینجا همان گفته میشه که آنهایی که رمضان را پرستش میکردید، رمضان رفت. آنهایی که رب رمضان را پرستش میکردید، یعنی رمضانی نبودید، رحمانی بودید، الله رب 11 ماه دیگرم هست. همانطوری که رب رمضانه، الله رب شوالم هست، رب ذی الحجه هم هست، رب ذی القعده و محرم و بالاخره اینها هم هست.
پس به هر حال در ماه مبارک رمضان اشخاصی که قبلا عبادت دارن در رمضان عبادت اینا بیشتر میشه، رحمانی هستن. بعد از رمضان عبادت میکنن، رحمانی هستن. آنهایی که قبل از رمضان هیچ عبادت نکردن، گناه و معصیت کردن، در رمضان تائب میشن و توبه میکنن، اینها هم رحمانی هستن. و بعد از رمضان که به عبادت ادامه دادن همونطور در رحمانی بودن و جز عباد الرحمن. تشکر جناب مولانا صاحب. و اجازه بیننده های عزیز و گرامی و شنونده های رادیو پیام اسلام در اینجا یک توقف میکنیم، میریم و سراغ یک میان برنامه و پس از میان برنامه با ما باشید تا بحثمان را با هم دنبال کنیم. شب تاریک و بنگر ماه تابان آفرید. رحمتت یا رب فزون است و بسا بی انتها، با صفای قلب دارم از حضورت التجا. شامل حالم بگردان رحمتت ای مالکم، از عذاب روز محشر خود نجاتم ده خدا. آن خداوندی که در دل نور ایمان آفرید، در شب تاریک و بنگر ماه تابان آفرید. مرحبا بر ماه روزه، مرحبا بر ماه خیر، باب ریانت تو بکشا، صاحب لطف و سخا. فرصت عمر است روزش در صیام و شب قیام، ماه رحمت ماه غفرانت رسیده بهر ما. آن خداوندی که در دل نور ایمان آفرید، در شب تاریک و بنگر ماه تابان آفرید. عرض حالم را تو خود دانی که همرازم تویی، لذت ایمان نصیبم کن ببخشایم زیاد. عرض حالم را تو خود دانی که همرازم تویی، لذت ایمان نصیبم کن ببخشایم زیاد. آن خداوندی که در دل نور ایمان آفرید، در شب تاریک
ماه تابان آفرین. خب بینندگان عزیز و گرامی و شنونده های رادیو پیام اسلام، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم و قبل از میان برنامه جناب مولانا صاحب داشتن در رابطه به فرق بین رحمانی و رمضانی صحبت میکردن و توضیحات ارائه کردن در عباره و حالا میخوایم بدانیم که جناب مولانا صاحب اگر کسی بخواد که از درجه رمضانی بودن که گفتیم شما اشاره کردین که تقصیرات و کوتاهی قبل از رمضان و بعد از رمضان باز همچنین ادامه پیدا بکنه و رمضانی است، و اما کسی که اندکی کوتاهی قبل از رمضان داشته باشه و بعد از رمضان عبادتش مانند رمضان شوه، او رحمانی است و او خدا را پرستیده. حالا چطور میتونه یک کسی از درجه رمضانی بودن به درجه رحمانی بودن ارتقا پیدا کنه؟ مسئله عبادت یک مسئله که ما وقتی که عبادت الله سبحانه و تعالی را انجام میدیم که از او جمله رمضان، روزه رمضان یک عبادت هست، ما وقتی بخوایم از درجه رمضانی بودن بیاییم به درجه رحمانی بودن، لازم اول به معرفت الله سبحانه و تعالی ما الله سبحانه و تعالی رو بشناسیم. الله سبحانه و تعالی چگونه ذاتی هست و این روزه‌ای که ما میگیریم وقتی الله رو شناختیم میفهمیم که به دستور چنین ذاتی که دارای چنین صفاتی، دارای چنین قدرتی و دارای چنین عظمتی است. در اینجا حس برای انسان دست میده و قوت در درون انسان و باطن انسان پیدا میشه که حتی همان گرسنگی و تشنگی کم میکنه از وجود انسان، حتی شاید فراموش هم کنه. در این حالتی که وقتی شما ببینیم ما میگیم یک انسان میگه من چیزی نمیخورم، خب به فرمان کی؟ به فرمان الله. الله ذاتی که حی است، قیوم هست، قادر هست. الله ذاتی که احکم الحاکمین هست، عدل العادلین هست، مالک یوم الدین هست. وقتی این صفات و معرفت به الله سبحانه و تعالی پیدا شد، در اینجا انسان از درجه رمضانی بودن میایه به درجه رحمانی بودن. و موضوع دیگری که انسان را انتقال میده از رمضانی بودن به رحمانی بودن مسئله تلاوت قرآن هست. اصلا خود تلاوت قرآن، چون ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآنه. وقتی قرآن را انسان تلاوت میکنه و قرآن ما رو دستور میده به اخلاص، دستور میده به توحید، دستور میده به یکتاپرستی. اصلا قرآن از خلال قرآن انسان به پروردگارش آشنا میشه. حتی وقتی قرآن رو تلاوت میکنه که یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، خب این فرمان پروردگار هست. نتیجه و ثمره رو میفهمه در ای که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. در این آیه الله سبحانه و تعالی خستگی و مندگی و ذلگی صائم را کم میکنه، چون انسان وقتی که ببینه که یک کاری که من انجام میدهم کس دیگری انجام داده، میفهمه که پس این در حقیقت برای من برای مشقت نیست، یعنی دیگرها هم میتونن این را انجام بدن، دیگرها هم انجام دادن. الله سبحانه و تعالی میگه این روزه برای شما فرض کرده شد مثل که گذشته هم روزه فرض کرده شده بود. نتیجه و ثمره چی؟ لعلکم تتقون، تا شما متقی بشین، پرهیزگار بشین. پس وقت انسان قرآن را تلاوت کرد و عبادات خور از لابلای قرآن و لابلای احادیث رسول صلی الله علیه و سلم انجام داد، از رحمانی بودن، از رمضانی بودن میایه به رحمانی بودن. و همچنین نکته دیگر این که به خود عظمت و بزرگی رمضان فکر بکنه. این رمضان چقدر بزرگه، یعنی اجر و ثواب، پاداش
تمام اعمال بنی آدم که الله سبحانه و تعالی میگه ابن آدم، کل اعمال تو بستگی به خودتو داره، اما متوجه باشی که الا الصیام، الا الصیام، مگر یا الا الصوم، مگر این صیام و این صومی که تو روزه داری این برای من هست. الصوم لی و انا اجزی به، این از برای من هست. اگر فقط به گفته شما به این نقطه و به این فرموده پروردگار اگر انسان بیاندیشه و فکر کنه، در یعنی کاملا میایه بر رحمانی شدن، بر رحمانی بودن میایه. ما در این حدیث که وقتی الله سبحانه و تعالی میگه یا ابن آدم، یک نکته ظریف اشاره میکنن علما و بزرگا، محدثین و علمای سلف، در اینجا یا ابن آدم گفته. الله سبحانه و تعالی نگفته یا ایها الناس یا عبادی، گفته یا ابن آدم. علما می فرمایند که در از یک نکته هست که الله سبحانه و تعالی میگه ای فرزندان آدم. شما متوجه باشید فرزندان آدم، آدم هم لغزش کرد، آدم هم یک اشتباهی از او سر زد، آدم هم میتونیم بگیم نافرمانی کرد، از درخت یا شجره ممنوع گفته شد نخور، خورد، ولی چه کار کرد؟ رجوع کرد به سوی الله سبحانه و تعالی، گفت ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. الله میگه ای فرزندان آدم، آدم خطا کرد من او را بخشیدم، شما فرزند همو آدمین، خطا کردید دروازه مرا در بزن، من تو را میبخشم. اگر تا دیروز رمضانی بودی یک دروازه الله را یک در بزن، میایی به طرف دیگه رحمانی شدن. پس عظمت و بزرگی ماه مبارک رمضان، عظمت و بزرگی ماه مبارک رمضان انسان بفهمه، بدانه و درک بکنه. شما ببینیم لحظه ای که انسان صائم فکر بکنه که اجر و ثواب و پاداش خود الله میده، چقدر خواهد داد. در رمضان شب نهفته که بهتر از 1000 ماه، سبحان الله، خود انسان رو میکشانه به رحمانی بودن. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کل گناه ها بخشیده میشه در روزه رمضان، کل گناه ها بخشیده میشه در قیام اللیل رمضان. به این فکر انسان وقتی که عبادت الله سبحانه و تعالی رو انجام میده، یعنی پی میبره و فکر میکنه به عظمت و بزرگی ماه مبارک رمضان، خود این فکر، خود این غور، خود این توجه انسان را از رمضانی بودن میکشانه به طرف رحمانی بودن. جناب مولانا صاحب، آیا فرد مسلمان یا فرزند آدم بگیم فقط باید در رمضان، حالا بحث روزه فرض است که فقط در رمضان فرض شده، بحث مثلا تراویح و توبه و ذکر و نماز شب که هدف از تراویح نماز شب بود و صدقات و انفاق در راه خدا، این چیزها یا این بقیه اعمال صالحه فقط در رمضان باید انسان انجام بده، یعنی بعد از رمضان هم باید انسان شب زنده دار باشه، انسان تائب باشه، ذاکر باشه و صدقه دهنده هم باشه؟ شما ببینیم ماه مبارک رمضان الله سبحانه و تعالی این ماه را به عنوان یک سیمینار، بله، به عنوان یک کورس، به عنوان یک میدان تمرین و تدریب این قرار داده. یا شما وقتی کتاب رو میخوانیم، در ابتدای هر کتاب یک فهرست هست، فهرست کتاب. الله سبحانه و تعالی در ماه مبارک رمضان، وقتی ما میگیم بحثمون بحث از رمضانی بودن و رحمانی بودن هست، ماه مبارک رمضان صوم داره، روزه داره. ماه مبارک رمضان
وقت اجابت دعا داره. ماه مبارک رمضان قیام اللیل داره. ماه مبارک رمضان سحر داره. ماه مبارک رمضان جود و سخاوت و بخشندگی داره. خب اینها یا تعلق تنها به این ماه مبارک رمضان داره؟ نخیر. شما ببینیم بعد از رمضان، متصل بعد از رمضان، الله سبحانه و تعالی سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم قرار داده، یعنی از جمله روزه و یا صوم نوافل 6 روزه شوال آورده متصل بعد از رمضان. یعنی از روز اول عید اجازه نیست، از روز دوم شخص میتونه که روزه بگیره. این چی معنا و مفهومه؟ الله سبحانه و تعالی میخواه چی رو مشاهده کنه؟ میخواه که این شخصی که در این رمضان این درس گرفته، تمرین روزه رو کرده، آیا آماده هست که این 6 روز شوال رو بگیره؟ میخوایی رو بفهمانه که شما در رمضان 30 روز تمرین کردید، هر روز روزه گرفتید، در این شوال 6 روز هست. ماه بعدی در هفته 2 روز سنته، دوشنبه و پنجشنبه. آیا این تمرینی که در رمضان شده، آیا این اثرات گذاشته که ما هفته 2 روز باز روزه بگیریم؟ میتونیم؟ آیا در ماه 3 روز 13 و 14 و 15 هر ماه سنته؟ روز عاشورا سنته؟ پس رمضان به ما این درس میده که تا بعد از رمضان ما به روزهای نوافل، به مثل دوشنبه پنجشنبه طوری که اشاره شد، و همچنین میرزه هر شب سحر برخیز ولو که به جرعه آبی باشه. این درس رو میخواد بده که در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر شب، نه تنها در رمضان، هر شب الله سبحانه و تعالی در وقت سحر بلا کیف نزول میکنه. آیا کسی هست از من چیزی بخواهد؟ آیا کسی هست از من یک استغفار بکنه که من او را ببخشم؟ آیا کسی هست که بالاخره از من آنچه که میخواه من برای او بدهم؟ رمضان میخواه تعلیم بده که ای انسان، بعد از رمضان هم سحر وقت اجابت دعا هست، وقت نزول الله سبحانه و تعالی هست، وقتی است که الله سبحانه و تعالی به دعای تو لبیک میگه و به دعای تو در حال اجابت هست. و همچنین بحث دعا که وقت سحر وقت دعا و در اینها هست. ماه مبارک رمضان شخص سخاوت، جود و بخشندگی، صدقه بیشتر میداد. این میخواه که این را نشان بده که آیا بعد از رمضان هم همان درس مهر و مهربانی که برای فقرا و مستضعفین داشتی، آیا بعد از رمضان هم در وجود تو هست؟ پس ما تمام اعمال رو داریم بعد از رمضان. بعد از رمضان روزه نفل داریم. بعد از رمضان ما تنها نباید اکتفا بشه به ماه مبارک رمضان که به نمازهای فرض بشتابیم و بالاخره در این راستا. بعد از رمضان هم 5 وقت نماز فرض هست، باید مسجد بریم و در این راستا. سوال بعدی ما هم همین بود جناب بارناسب که واقعا چرا در رمضان میبینیم ماشاءالله صفوف مساجد مملو و پر از نمازگزار هاست و در برخی مساجد که مثلا روزای عادی 2 صف 3 صف بود میبینیم در رمضان 7 صف و 10 صف و شاید بیشتر از این شود و باز برمیگردیم بعد از رمضان میبینیم که باز هم به حالت قبلی برگشته و به 2 صف یا 1 صف یا کمتر یا بیشتر شده. چرا یعنی نمازگزارا در رمضان تعدادشان در حالی که در همون منطقه که زندگی میکنن از جای دیگری هم نامدن، در همون منطقه ساکن هستن، در محاوله همون مسجد ساکن هستن، اما چرا باز بعد از رمضان میبینیم که همون تعدادی که مثلا در مسجدی که 7-8 صف میشد در رمضان باز به 2 صف یا 3 صف کاهش پیدا میکنه؟ دلیلش چی است؟ چرا یعنی چرا در رمضان مساجد مملو از انسان ها و مسلمان ها و اینها و در غیر رمضان کمتر دیده میشه؟ خب دلایل زیاد هست. اولین دلیل اینه که بزرگترین دشمن در این ماه مبارک رمضان به زنجیر کشانده میشه. خب طبعا شیطان مداخله میکنه که انسان ها اجازه نده که آنها مسجد بیاین، آنها نماز بخوانند، ولی در ماه مبارک رمضان مسلمان ها از طرف این دشمن مطمئن هستند و الله سبحانه و تعالی در این ماه مبارک رمضان وعده عفو و بخشش و غفران و اینها را داده. خب طبعا اشتیاق بیشتری هست و شوق بیشتری هست و طلب بیشتری هست برای انسان ها. اما اگر
این ذوق و این شوق بعد از رمضان در مساجد باشه، باز پس برمیگردیم به این که این انسان شده رحمانی. اگر پس برگرده به سوی به حالت اصلی خود، قبل از رمضان هم مسجد نمی آمد، بعد از رمضان هم مسجد نیه، پس برمیگرده به این که این در حقیقت رحمانی نبوده و رمضانی بوده. و موضوع دیگری که در ماه مبارک رمضان مساجد میبینیم که بیشتر و بیشتر هست، اگر از روی اخلاص و ایمانداری اینها باشه، که ما باید این نکته به اینجا اشاره کنم که شما تنها قبل از رمضان رو گفتیم، من حتی متاسفانه و تاسف میخورم به این که به نمازهای تراویح و مساجد اصلا جا نمیشه، حتی در ماه مبارک رمضان، در حالی که نفل است. اما در نماز ظهر و عصر بازم میبینیم مساجد تخلیه هست، مساجد خالی هست. شاید شخص شاید نماز ظهر شخص استراحت باشه، نماز عصر استراحت باشه، ولی از نماز تراویح بسیار خور آمادگی میگیره. شریعت مقدس اسلام برای ما احکامات رو گذاشته و هر کدام درجه بندی شده، فرض و واجب و سنت، و حتی میبینیم بین سنت فقها سنت مؤکده و سنت زواید گذاشتن، و حتی میبینیم در عرصه منهیات حرام و مکروه و مباح. و یک انسان مؤمن و مسلمان باید که متوجه بشه که من در قبال دین و شریعت چی مسئولیتی دارم. یعنی حتی چند روز قبل یکی از علما بسیار تقریر جالبی داشت که میگفت که اشخاصی که نماز ظهر نمیخوانن، این را میگذارن تأخیر بشه یا بالاخره که الله سبحانه و تعالی همه ما رو ببخشه، به جماعت نمیخوانن، یا به جماعت نمیخوانن یا حتی در تأخیر میخوانن یا نمیخوانن، بیخی میگن بروی را قضا میارم، ما روزه بودیم قضا میارم. یکی از علما میگه تو کسی که جماعت ظهر ترک میکنی ولی در صف اول نماز تراویح میری مینشینی، این را بدان. سبحان الله، این عالم چقدر واقعا یکی از علمای بسیار بزرگ میگه عرقی که تو در مسیر راه مسجد میریزی به نماز ظهر، او عرق خیلی بهترتر از نماز تراویح که تو میری در صف اول مینشینی و او میخوانی. او عرق به پیشگاه الله سبحانه و تعالی بیشتر ارزش داره، چون تو به خاطر یک فرض الهی قدم گذاشتی و عرق کردی و خسته شدی و حرکت کردی، چون امر پروردگار عالم برای تو فرض بود در این قسمت. پس بناهن ما باید اولویت ها رو مد نظر بگیریم در این که فرض، واجب، سنت، مستحب در این راستا. اگر جناب مولانا قول عالم ذکر کردین، اگر من متوجه شده باشم، فقط میخواستم این نقطه را توضیح بدم که اشک انسان، گریه انسان چقدر در پیشگاه خداوند با ارزش تر است، با اهمیت تر است. فکر کنم که عالم گفته بود که عرقی که در راه رفتن به نماز ظهر ریخته میشه عزیزتر از اشکی که در تراویح ریخته. آیا میشه که عرق از اشک بهتر شود؟ سبحان الله، نکته خوبی. چون از پیش من یک مرور شده بود داستان و قصه این عالم، همین را اشاره کرده بود که عرقی که در نماز ظهر از تو ریختانده بشه به نزد الله با ارزشتر از اشکی که تو در نماز تراویح اگر نه اشک با یعنی سبحان الله. پس بناهن در ماه مبارک رمضان اگر مملو بودن مساجد از انسانها از روی ایمان و اخلاص و از اینها باشه و بعد از رمضان هم این تمرین اینها که هر روز به مسجد می آین، هر روز به جماعت و هر لحظه به مسجد و اینها ای ادامه داشته باشه، در حقیقت روزه بر اینا تأثیر کرده و این انسان ها از جمله همانها رحمانی ها هستند. اگر این آمدن مسجد فقط مختص رمضان بود و بعد از رمضان با مساجد، با نماز، با اینها خداحافظی شد، پس ما این را رحمانی نمیگیم، فقط رمضانی بود. تشکر جناب مولانا. باز هم به اجازه شما و اجازه بیننده ها و شنونده های عزیز میریم به سراغ یک میان برنامه کوتاه و پس از میان برنامه باز هم با ما باشید تا بحثمان را پایان بدیم یا به پایان ببریم.
خب بینندگان عزیز و گرامی و شنوندگان عزیز رادیو پیام اسلام، خوشحالیم که بعد از میان برنامه کوتاه باز هم خدمت شما هستیم و سوال بعدی که ما از جناب مولانا صاحب داشتیم است که جناب مولانا صاحب، یعنی همه ما میفهمیم که قرآن یگانه دستور مسلمانان است و قرآن رمز موفقیت و رمز پیروزی مسلمان هاست. اگر به این قرآن چنگ بزنیم و با دستورات این قرآن عمل بکنیم، این هم به ملاحظه میرسه که در رمضان انس مردم با قرآن بیشتر میشه و البته باز هم در این شکی نیست که ماه نزول قرآن است و باید بیشتر قرآن تلاوت شود، بیشتر ختم شود و در این ماه هیچ فرد از افراد جامعه اسلامی نیست که قرآن از خواندن قرآن به در بیایه و قرآن یک بار ختم نکنه و بعضی ها حتی 5 بار و 10 بار و بیشتر از این هم ختم میکنن. اما چی میشه که باز بعد از رمضان باز به یک بارگی حتی برخی ها، یعنی گمان بد نمی کنم، بدگمانی نمی کنم، حتی بعضی ها شاید در طول سال 1 بار و 2 بار هم قرآن نخوانند. مسئله اشخاصی که در رمضان قرآن میخوانند و بعد از رمضان نمیخوانند، باز هم برمیگردیم به همان نکته قبلی که اشاره شد. ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن هست، بدون شک بهار قرآن هست، ماهیه که از ابتدا تا انتهای رمضان از هر مسجد و از هر محل و از هر منطقه و حتی میتونیم بگیم از هر خانه از خانه های مسلمان صدای زمزمه قرآن و صوت قرآن هست. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. اما به این که بعد از رمضان قرآن کمتر تلاوت میشه یا اشخاصی، به این که اگر شخص فرصت بگیم نمیکنه یا نمیرسه، ما نمیتونیم بری از او این حق رو بدیم که فلانی فرصت نداره، وقت نداره و قرآن تلاوت کردن نمیتونه. ما وقت خود را گذاشتیم برای تجارت، برای معامله، برای اولادها، برای فامیل، برای زندگی، اما کتابی که سرنوشت دنیا و آخرت ما بر این کتاب نهفته هست، آیا این را کنار بگذاریم؟ نسخه جاویدانی که یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور، این شفا هست برای امراضی که در سینه ها نهفته هست. هیچ کس نمیتونه خود را بی‌نیاز از قرآن نشان بده. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و همچنین سیدنا عثمان ذوالنورین که بیشتر و بیشتر از سیدنا عثمان روایت است که همیشه سیدنا عثمان وقتی که جایی میرفتن، راه میرفتن، قرآن به آغوش داشتن، به دست داشتن و حتی از دور که می آمدن دیگه صحابه میگفتن که مرد مبارک با کتاب مبارک آمد، یعنی به این مشهور شده بودن. سیدنا عثمان میفرمایند، میگن هر انسانی که روزانه یک مرتبه چشمش به قرآن نیفته، در حقیقت که این خساره کرده، محروم شده، محروم مانده، از این خیر کثیر محروم مانده. بناهن ما باید طوری که به تمام زندگی خود تقسیم اوقات داریم، صبح ساعت 8 برو دوکان، ساعت 4 از دوکان بیرون بشو، چند بجه دفتر برو، چند بجه مدرسه برو، چند پانتون برو و چقدر با فامیل و با اینها نشست و برخاست داشته باش، کجا دعوتی برو و از کجا بالاخره. همانطوری که در زندگی ما تقسیم اوقات هست، لازم جزء تقسیم اوقات ما، یعنی در رأس و صدر تقسیم اوقات ما، باید ما ساعت گذاشته داشته باشیم برای تلاوت قرآن، برای تلاوت قرآن. پس این تصمیم و این اراده چی وقت ما میتونیم بگیریم؟
در ماه نزول قرآن. این عادت در چی وقت ما میتونیم بگیریم؟ در ماه نزول قرآن. پس بدون شک اگر قرآن را ترک کردیم و اشخاصی که در رمضان قرآن میخوانند و غیر رمضان قرآن را ترک میکنن، نشک خدای نخواسته در حشر الله سبحانه و تعالی وقتی در سوره فرقان میفرماید وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سبحان الله. ما هم میخواستم مولانا صاحب در حشر رابطه به این آیت ما هم بپرسم. در حشر الله سبحانه و تعالی وقتی در این آیه بیان میکنه که پیامبر چی میگه؟ پیامبر شکایت میکنه. دست کی شکایت میکنه؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن. اینا قومی بودن که قرآن را مهجور کردن، قرآن را متروک کردن، قرآن را ترک کردن. قوم ما یعنی بنده های ما، حتی امت ما. امت من، بله بله. یا رب ان قومی، ای قوم من، امت من، چون اهل قرآن، اهل قرآن. من میشه بارها و بارها وقتی به این آیه میرسم، یعنی این شکایت رسول صلی الله علیه و سلم برای الله سبحانه و تعالی. رسول صلی الله علیه و سلم پیش الله شکایت میکنن که اینها قومی ان که قرآن را ترک کردن و از پیش از اینا قرآن ترک شده بود. منظور از اینجا از حجر چی است؟ مهجورا. حجر یعنی تنها برمیگرده به اینکه از تلاوت قرآن دور باشیم یا مسائل دیگری هم در میان است اینجا؟ در اصل مفسرین میفرمایند اشخاصی که عمل به قرآن را ترک میکنن اینها مهجورین واقعی هستند، یعنی قرآن را ترک کردن یعنی عمل به قرآن نکردن. اما مفسرین اشاره میکنن اشخاصی که قرآن را حتی تلاوت نمیکنن، میتونیم بگیم یک شاخی از مهجورین هستن، یا نمیشنون قرآن را نمیشنون و حتی تلاش نمیکنن برای تصحیح خواندن قرآن. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که قرآن را به مشکلات بخونه برای از دو اجر هست. دو اجر هست، یک اجر به خاطر تلاوت و یک اجر به خاطر رنجی که این شخص میبره که من چرا قرآن درست تلاوت کرده نمیتونم. دو اجر میگیره. اما شخصی که این به خاطر چی هست دو اجر؟ به خاطر اینکه شخص در طلب یادگیری قرآن هست، در طلب تصحیح قرآن هست، در طلب درست خواندن لفظ قرآن هست. اما شخصی که غفلت کنه از استماع قرآن، از تلاوت قرآن، از عمل به قرآن، در این راستا این شخص الله هم ما نجات بده. تحت این آیه شامل میشه که یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. واقعا از حجر تلاوت قرآن، از حجر شنیدن قرآن، از حجر عمل به قرآن و از حجر یا ترک کردن تداوی با قرآن و تدبر با قرآن به الله تعالی پناه میجیم. جناب مولانا صاحب، پروردگاری که ما میپرستیم و پروردگاری که بنده هایش دائم مورد مغفرت و مورد آمرزش قرار میده، مگر در رمضان، در غیر از رمضان پروردگار وجود نداره؟ این رحمت و آمرزش و مغفرت الله تعالی شامل حال کسایی که به او رجوع میکنن در بعد از رمضان یا در غیر ماه رمضان نیست؟ رمضان بدون شک یک فرصت عظیم و بزرگ برای توبه هست. رحمت پروردگار عالم، مغفرت پروردگار عالم، هر شب نجات و خلاصی از آتش جهنم، شب قدر، اجابت دعا، ماه نزول قرآن. ماه مبارک رمضان ماهیه که از فضائل خاص خود برخوردار هست. اما به این که ما ماه مبارک رمضان را احساس بکنیم که فقط همین ماه آمرزش هست، همین ماه رحمت و مغفرت هست، دیگه نیست، یا الله در همین ماه میبخشه در دیگه ماها نمیبخشه، چنین نیست. مسئله عفو و بخشش پروردگار عالم خیلی وسیع است، مکان و زمان خاصی نداره. سبحان الله. که مثلا بزرگترین و مقدسترین مکانها در روی زمین مکه و مدینه هست. هیچ جا گفته نشده که شما حتما بیایید در مکه بخشیده میشوید یا حتما در مدینه بیایید بخشیده میشوید. خاطر از این که اگر انابت به سوی الله سبحانه و تعالی و رجوع به سوی الله نباشه خالصانه و مخلصانه، کنار کعبه هم فایده نداره. چون به ابو جهل فایده نکرد، به ابو لهب فایده نکرد. هم در مکه بودن، هم کنار کعبه بودن. به مدینه منوره در کنار رسول صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن ابی جز منافقین بود. پس مدینه بودن و کنار روضه رسول صلی الله علیه و سلم اگر اخلاص نبود، اگر ایمان و توحید و یکتاپرستی نبود، پس بناهن این مکانها فضایل خاص خود داره. ما زمان خاص هم داریم، مکان خاص هم داریم. هیچ نقطه روی زمین
با فضیلت خو به مکه مکرمه نمیرسه. بعد از مسجد الحرام مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم، بعد از مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم مسجد الاقصی هست که الله چنگ یهود غاصب بیت المقدس را نجات بده. بعد از این سه مسجد لا تشد الرحال، به قصد عبادت به هیچ یک از مساجد دیگر و اماکن دیگری جایز نیست که انسان رخت سفر ببنده. پس رمضان از جمله زمانها هست که الله سبحانه و تعالی فضائل خاصی گذاشته، اما به این که رحمت الله سبحانه و تعالی، مغفرت الله سبحانه و تعالی، الله در آیات زیادی داریم که میفرماید و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، وقتی بندگان من از من پرسان میکنن تو بگو که نزدیک هست. نگفته که به رمضان هست یا به شعبان هست یا بالاخره در فلان ماه و در فلان مکان. فإنی قریب، من نزدیک هستم. هر وقت به سوی الله سبحانه و تعالی رجوع بکن، الله سبحانه و تعالی میبخشه. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی میفرماید اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. چی کسی اجابت میکنه؟ چی کسی دست یک درمانده و مضطر و پریشان میگیره؟ غیر از الله سبحانه و تعالی دیگه کیست؟ اله مع الله؟ آیا اله دیگری هست؟ نه، لا اله الا الله نیست. آیه دیگه میگه نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آگاه کن، خبر بدی بندگان مرا که من غفور الرحیم هستم، آمرزنده هستم. در این آیات مشخص نکرده که شما به رمضان، شعبان یا در فلان مکان دارین. رحمت الله برای همیش وسیع و دارین. و حدیث رسول صلی الله علیه و سلم چون یک مدت که مشخص میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرقر. فقط به یک وقت توبه قبول نمیشه که نفس به حلقوم رسیده باشه، یعنی لحظات اخیر جان دادن یا جان کندن و یا بالاخره در حال نزع روح و قبض روح باشه. و یا این که در حدیث دیگر ان الله عز وجل یقبل توبه العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. یک حد گذاشته، یعنی زمانی که خورشید از طرف مغرب طلوع کرد در آن وقت توبه قبول نمیشه، یعنی او زمان یک زمان مشخص شده. پس به هر حال الله سبحانه و تعالی در رمضان، در غیر رمضان، در شب، در روز، در هر ساعت و هر ثانیه‌ای که انسان در هر زمان و در هر مکانی که باشه دستان خود را بلند بکنه و به سوی الله سبحانه و تعالی رجوع بکنه، الله سبحانه و تعالی توبه میپذیره و میگه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. در اینجا گفته شما توبه کنید، توبه خالصانه، نگفته چی وقت، نگفته در کدام زمان، در کدام مکان. رحمت الله بی پایان هست، رحمت الله وسیع هست. ان رحمت الله واسع، وسعت رحمت پروردگار عالم بیکران است، بی حد و بی حصر و بی اندازه هست. پس رمضان فرصت هست بهترتر برای توبه، برای دعا، برای تضرع، برای ارتباط با الله سبحانه و تعالی. پس این فرصت ها باید ما غنیمت بدانیم و تنها فکر نکنیم که رحمت الله در رمضان هست و غیر رمضان نیست. رحمت الله برای همیش و همیش جناب مولانا شامل. فقط در یک دقیقه توصیه شما برای کسایی که متاسفانه بعد از رمضان نماز ترک میکنن و از قرآن فاصله میگیرن و شب زنده داری نمیکنن و ذکر و دعا و نیایش و توبه را ترک میکنن. توصیه برای همه عزیزان، اولا برای خود و بعد برای دوستان و صائمین ماه مبارک رمضان اینه که در این ماه مبارک رمضان ما باید چنان شارچ معنوی از عبادات خود داشته باشیم که بعد از رمضان یعنی خود ما نیمه شب برخیزیم به عبادت الله، خود ما دست به دعا بلند بکنیم. پس توصیه من برای خصوصا قشر جوان هست و بالاخص میخوام خواهران با عزت و با عفت خود را من مخاطب داشته باشم که در رمضان میبینیم خواهرها با حجاب هستند، خصوصا در بعضی از تلویزیون ها و رسانه ها که کار میکنن در رمضان میبینیم با حجاب آمدن به صفحه تلویزیون، بعد از رمضان بی حجاب میشن. حجاب دستور رمضان نیست، دستور رب رمضان هست، دستور پروردگار عالم هست، دستور او ذاتیه که برای من و شما دروازه های بهشت را باز کرده و دروازه های جهنم را بسته کرده و شیاطین را به زنجیر کشیده. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا این که در این ماه مبارک رمضان
چنان ایمان خود را قوی و مستحکم بگردانیم تا اینکه بعد از رمضان هم وساوس شیطانی به ما اثر نگذارد. موفق و پیروز و سرفراز سربلند باشید. الله طاعات و عبادات همه ما و شما مورد قبول درگاه خیش بگردد. تشکر جناب مولانا صاحب محترم. پس رمضان نقطه پایانی برای عبادت نیست، بلکه نقطه آغازین است که ما از رمضان میتونیم توشه برداریم و با استفاده از جو و فضای ایمانی رمضان میتونیم که در طول سال مسیر عبادات و روند عبادات ما را هنوز تندتر بکنیم و از عبادتی که در طول سال میکردیم نکاهیم. خب بیننده های عزیز و گرامی و شنونده های رادیو اینترنتی پیام اسلام، تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما عزیزان را به پناه یکتای بی همتا می سپارم. خدا یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.